سلام بینندگان عزیز، هفته گذشته ما درباره یک نوار ویدیویی گزارش داده بودیم که در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزد، سر و صدای خیلی زیاد برانگیخته بود و در آن صحنه کشمکش یک مرد نظامی پوش و یک مرد سالخورده در جماعت واروخ نوحه اسفره دیده میشد و همکارم میرزانبی این قضیه را پیگیری داشت. میرزانبی، هفته گذشته وقتی که صحبت میکردیم شما گفته بودید که دادستانی به تفتیش این قضیه شروع کرده است و گویا نفر نظامی پوش کارمند پلیس بوده است. در این مدت چی تحولات در این قضیه به میان آمد؟ بله، این کارمند میلیسا پیرانزاده نام دارد و 11 ایون علاقه دادستانی شهر اسفره به تفتیشات پیشکی این حادثه شروع کرده بود. ولی ببینید در این میان تقریبا 2-3 هفته میگذرد ولی تا حال حاضر طرف عیبدار کننده معلوم نیست که کی عیبدار است در این حادثه و ببینید این کار به درجه بکندی پیش رفته ایستاده است که سازمان های دفاع از حقوق انسان وارد این بحث شدند. میرزانبی، طور میدانیم در این خیل قضیه ها معمولا هنگام تفتیشات کارمندی پلیس و یا عموما کارمندی که مورد نظر تفتیشات است از کار برکنار کرده می شود تا اینکه تفتیشات خالصانه و بی‌طرفانه بی‌غرضانه ادامه کند و این کارمند پلیس که شیرزاد پیرانزاده شما نام بردید آیا از کار برکنار شده است؟ بعد از رخ دادن همین ماجرا تمام ساکنان واروخ انتظار داشته بودند و حتی به دادستانی مراجعه کرده بودند که این باید از کارش برکنار شود، ولی این را در بازارهای واروخ دیدند که با لباس حربی است همراه دیگر از کارمندان میلیسا گشت و گذار دارد. کی دیده است؟ این را خصوصا زفنون احمدov و همسری اسلام احمدov که هر دو را این کارمند میلیسا زنازنی کرده بودند دیدن با چشمانشون. وقتی به نزدش میروند میگن که چگونه شما ما را لطکوب کردید و زنازنی کردید ولی حالا با این لباس حربی میگردید، یعنی باید این کار به نظر من نمیشه. اما وقتی که من با مسئول شعبچه کارهای داخلی واروخ تلفنی صحبت کردم و گفت که اینها حق دارند که تا انجام تفتیشات پیشکی با لباس حربی و در وظیفه‌اش بماند. ببینید میرزانبی، اما این زن هم که گفته در بازار به این پلیس گویا مراجعه کرده است، شاید کشمکش لفظی هم بین آنها صورت گرفته است، لیکن چرا او خود تلاش میکند که خود این قضیه را حل کند حالا که باید به مقامات میلیسا و مقامات تفتیشات مراجعه کند؟ چرا میخواد تلاش میکنه خودسرانه آن را حل کنه این قضیه؟ نه درست است، این سوالتون بجا است، ولی ببینید از این جانب دادستانی شهر اسفره تفتیشات را پیش برده ایستاده است، ولی از طرف دیگر این حادثه که رخ داد، این ماجرایی که رخ داد و در تمام جهان از طریق شبکه‌ها پخش شد بیشتر خشم مردم واروخ به وجود آورد و اونها هیچ انتظار نداشتن که کارمند میلیسا چنین عمل میکند و بدرفتاری میکند ولی باز با همون لباس حربیش میگرده. خب این قضیه میرزانبی، مناسبت ساکنان واروخ با کارمندان انتظامی خصوصا کارمندان پلیس چگونه است و بعد از این قضیه چه تاثیر رساند به مناسبت آنها؟ صحبتایی که ما میکنیم اونها انتظار دارن که کارمند میلیسا جزا بگیرد، ولی ببینید حالا سازمانی ضد شکنجه و بی‌جزایی به این عائله سالخورده که زنازنی شدن کمک حقوقی رسانده است و اونها دیروز به ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت نامه زدن و گفتن که اخلاق و آداب و رفتار این کارمند میلیسا را بسنجند تا کجا وی موافق آیین‌نامه میلیسا فعالیت دارد و یک نامه دیگر به دادستانی اسفره نویسن که این قضیه را ببینن چرا به کندی و ناروشن پیش رفته است. میرزانبی، در همینجا میخواستم یک بار دیگر یادآور شد که همین اصلی همین ماجرا از چی سر زده بود؟ همین کارمند پلیس با این خانواده مرد سالخورده برای چی ماجرا کرده بودن در آغاز؟ بله یک خصومت های پشت این ماجرا وجود داشت و در صحبت هایی که ما انجام دادیم روشن شد که همین کارمند میلیسا نبیری 5 ساله اسلام اکا را به اسلام احمدov را برای یک دزدی دعوت میکند به شعبه کارهای داخلی و تا ساعت 11 شب اون رو نگه میدارد. وقتی معلوم میشد که اون نفری که دست به دزدی است دیگر کس است، اینها مورد بحث میشن و در همون نقطه راه ماشینگرد وقتی که گازلی این راننده یعنی اسلام اکا را باز میدارد و در اینجا بر اساس همان خصومت این بحث سر میزند و کشاکشی زنازنی شروع میشد که حدود 50 نفر آدم در اونجا بودند و اونها اینها را جدا میکنن. نه البته این قضیه بازداشت نبیره این پیرمرد البته ادعای آن نفر است، ولی تفتیشات این رو ثابت نکرده است و طور میبینیم بینندگان ارجمند این قضیه تو با انجام نرسیده است و تفتیشات حالا ادامه دارد. تشکر از میرزانبی برای صحبت. تا دیدار در ملاقات بعدی. تشکر.